جدرکی لشکری عراق راگهاند که امریکا و هزن خواج سوریه وکشینه و لعراق بجی بکه تا که جنیزیک و اپراسیونان لدجیر خصنا تروریستی داعش انجام بدن. لگوری راپورت که روزنامه که عربی جدرک لشکری عراق گوتیه که در انجامین آمجیان دی چند روزم بریده آلین عراق گهشت نوی باوریه که هزن امریکیین که بریار سوریه وکشن و برف عراق و بریکوین. وی جدری لشکری گوجی که او هزن امریکیین که سوریه وکشن و برف دو بنگهن لشکری لعراق بریکوین. بنگه یکی لحریم کردستان و بنگه دوم بنگه عین الاسده که باجاروک بغدادی سرسینور عراق و سوریه. جدری لشکری سربار کرو گوت که آلین عراقی گهشت نوی باوریه پشتی که دونالد ترامپ بریارا وکشانا هزن امریکی جو سوریه دا و توایا آمجیان نشان دا که او هزن امریکی و العراقی بجی ببن. روزنامه عربی در راپورت خود گوت که هزن امریکی لبیابان نابر عراق و سوریه دا ببیلی وگر و هماهنگی هاتو چونید نابر سوریه و عراقی دا دکن و بردوام مانور لشکری انجام ددن. و لسر بجهبونا هزن امریکی لحریم کردستانی بر پرسیارین حریم کردستانی راگهاندن و حتی وکنها امریکا او جه بجهکرنا هزن خواه لحریم کردستانی اگادار نکرنه. و راپورت که روزنامه نیویورک تایمز یا امریکی تکس کر که پنتاگون امریکا هزراوی چنده دکه که هزک بچوک جبول هیدانا ریخستنا تروریستی داعش لسوریه لناو خاک عراقی آواب که. جالی خواه دو برپرسیارین لشکریین امریکی گوتن که دمانها ده بجارده و گوستنا هزن کماندوزین امریکی بو عراقی لبردسته دا که ایریشان لدجیر خصنا تروریستی داعش انجام بدن.